what's going on guys؟ چطورین بچه‌ها؟ خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه. بچه‌ها میخوام آموزش ساخت اکانت استیم رو براتون بذارم. خیلی‌ها مشکل داشتن، خیلی‌ها بلد نبودن. میخوام 0 تا 100 آموزشش رو واسهتون بذارم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک و کامنت و ساب یادت نره. همین الان یه سابولی رو بزن و اینستا و توییتر منم میاد اینجا فالو کنید، ممنون میشم. و هر ویدیویی خواستید ایده بدید، من واسهتون میسازم. اشکولیا. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها، واسه ساخت اکانت استیم ما نیاز به یه اکانت گوگل داریم یا همون جیمیل. پس میریم که یه دونه اکانت جیمیل بسازیم. خب بچه‌ها، واسه ساخت اکانت جیمیل ما اینجا می‌نویسیم که تو قسمت سرچ گوگل می‌نویسیم جیمیل create account. بدون دومی. اوکی. create گوگل اکانت یعنی ساختن یک اکانت جیمیل. حالا اوکی، for myself رو میذارید یعنی برای خودم. حالا اگه بخوام بیزینسش کنیم ولی خب for myself بهتر، راحت تر رو بدم. فول نیم اسمتون میذارم. من میذارم پرهام. دومی میذارم چی؟ NZ. اوکی، نکست رو میزنیم. تاریخ تولدتون میخواد. من متولد به دیگه 1998 م. جندرم شیمیلی میل. نکست رو میزنیم. تاریخ تولد که زنیم نکست رو میزنیم. خب بچه اینجا دو سه تا گزینه خودشون پیشنهاد داده که مثلا خود اکانتتون چی باشه. به من داده NZ پرهام 92، داده پرهام NZ15@gmail.com. بعد داده create your own gmail address یعنی تو میتونی چیزی که خودت دوست داری بزنی، ولی خب نباید از اون ساخته باشم وگرنه اینجا بهت ارور میده. مثلا من میتونم بزنم پرهام NZ YT، بزنم پرهام NZ .test. نکست رو میزنم. مثلا پسورد میخواد، مثلا هرچی بخواد میتونی بدی. من پسورد الکی بهش میدم. بذار دم یکی دیگه. اوکی، پسورد رو زدیم. بعد اینجا نکست رو میزنیم بچه. چی؟ ارور داد پلیز چوزز. ها، من پسورد زیادی ساده ساختم، یه چیز سخت‌تر بساز. اوکی، پس از حروف کپیتال و اینا استفاده میکنیم که سخت‌تر بشه به نظرش. اوکی، الان دیگه باید قبول. اوکی بچه، اینجا میتونید یه ریکاوری ایمیل بدیم واسه زمانی که اکانتتو به مشکل میخوره یا حالا به حساب کسی میره توش و اینا، سریع چیز کنید. ولی خب ما فعلا نمیخوایم، اسکیپ رو میزنیم. اینجا شماره‌تون رو میخوایم بدین، میتونیم بدین که وریفایش کنیم واسه حالا باز موقعی که واسه جیمیلتون یا رمزش هر مشکلی پیش اومد اینجا میتونید با شماره‌تون بازیابیش کنید. حالا بازم من فعلا نمیخوام، اسکیپ رو میزنم. بعد میگه خب review your account info you can use this email address to sign in letter. اوکی، next رو که بزنیم، اینه که بزنیم اکانت ساخته میشه، تموم میشه. خب حالا من از اینجا یه اکانت جیمیل آماده دارم، پس اینجا من کنسل میکنم. کلا دیگه جیمیل ساخته میشه و تموم میشه به همون رمز و آدرسی که خودتون زدید. خب بچه، بعد از اینجا وارد خود استیم میشیم. ما سرچ میکنیم استیم. پس تا اینجای کار ما اکانت جیمیل رو ساختیم و اکانت لازم واسه ساخت اکانت استیممون داریم. پس تا اینجای ویدیو یه لایک بزن تا بریم ادامهش. بزن مرسی. خب حالا بریم سراغ ادامه ویدیو. میزنیم زده create steam account. استیم که سرچ کنی create steam account میاد، میزنیم روش و باز نمیکنه. میدونی چرا؟ چون فیلتره. و حالا من از فیلتر شکن استفاده میکنم. خب بچه وارد create your account استیم شدیم که ریژن ترکیه رو به ما داده. ریژن های دیگه هم میتونیم بسازیم. ترکیه و آرژانتین بهترین ریژن هاست، ولی در حال حاضر چون ولت
آرژانتین فکر کنم بسته شده، بهترین ریجن واسه ساخت اکانت استیم ترکیه است فعلا، که بتون بازی و اینا رو ارزون‌تر بخرین و راحت‌تر خریداری بشه. خب پس الان میگم یه ایمیل آدرس میدیم که همون ایمیلی که ساختیم. خب من از قبل یکی ساختم، اونو میزنم پرهام NZ تست وایتی، میزنم دوباره همون پرهام NZ تست وایتی. اوکی I'm not a robot رو میزنیم بچه ها، ترافیک لایت. اوکی سراغه رو وریفای کنیم، کانتینیو رو میزنیم. خب گایز بچه ها تا اینجا که اومدیم الان اکانت داره وریفای میشه، نمیشه وریفای یور ایمیل. فکر کنم با نت ایرانسل مشکل داره، من نت ایرانسل رو قطع کردم، وی پی ان رو قطع کردم، با نت خودمون رفتیم و ریجن ایران رو ساختم. حالا اگر ریجن جای دیگر رو خواستیم بسازیم باید لوکیشن وی پی انتون مال اونجا باشه و اینجا هم ریجنتون رو بزنید واسه همون لوکیشن. تا اینجا که waiting for you to verify. الان یه ایمیل به من زده به همون جیمیلی که ساختم. اوکی ما وارد جیمیلمون بشیم، پرامز تست وایتی، وارد جیمیل میشیم. جیمیل. اوکی یه جیمیل واسه ما فرستاده، فکر کنم یه ایمیل زده به جیمیل ما. میریم اینجا، نه استیم وریفایشن نوشته وریفای مای ایمیل آدرس، اینجا کلیک میکنیم و تمام وریفای شد. برمیگردیم تا همون سایت خود استیم. تادا تمام شد. یه استیم اکانت نیم میخواد که همون میزنیم پرهام NZ وایتی تست بود فکر کنم. آره چک کنم دوباره، پرهام NZ تست وایتی درسته، تست وایتی میزنیم. اویلیبل یعنی ازش تا الان نساختم و من میتونم از این اسم استفاده کنم، یا هم اکانت نیممونه دیگه، نباید اینو گم کنیم و به کسی بدیم. پسورد میخواد. خب بچه الان یه پسورد ما بهش میدیم. دوباره اینجا پسوردی که اونجا زدیم تکرار میکنیم. دانو میزنیم. تادا اکانت استیم ساخته شد. اپش این بالون زده این سال استیم میتونیم دانلود کنیم بزنیمش و با جیمیل اکانت خودمون وارد بشیم به استیم خودمون، یعنی با همین رمز اکانتی که ساختیم اونجا میتونیم به استیم خودمون وارد شیم. خب گایز اگه ویدیو رو تا اینجا دوست داشتید در کامنت ساب یادتون نره فالو کنید و کلی کامنت ناناز برام بزنید و بچه ها بهم بگین که چه ویدیوهایی دوست دارین تا من براتون بسازم، حالا چه آموزشی چه فان چه گیم، هرچی دوست داشتید حتما بهم بگید. تا ویدیو بعد، بای.